صدای ما رو از رادیو دل میشنوید. با درود دوستان خوبم، من امیر شفیعی هستم. در خدمت شما هستیم با برنامه بهبودی با رادیو دل. امروز رسیدیم به آخرین قدم از این سفر 12 قدمی. قدم 12 میگه با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ما کوشیدیم این پیام را به معتادان و الکلی های دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یکم از این راه رو اومدیم جلو، حال و روزمون بهتر شد و طعم بهبودی رو چشیدیم، وقتشه دست یکی دیگر رو هم بگیریم و بهش نشون بدیم که میتونه پاک بمونه و زندگی تازه‌ای بسازه. اینجا بهبودی فقط مال خودمون نیست. وقتی تجربه هامون رو با بقیه در میون میذاریم، هم به اونها امید میدیم، هم خودمون ثابت قدم تر میشیم. نشریات بهبودی میگه وقتی تجربه، نیرو و امیدمون رو با دیگران شریک میشیم، هم به اونها کمک میکنیم، هم خودمون رشد میکنیم. این قدم یادمون میده که بهبودی فقط پاک موندن نیست، یک جور سبک زندگیه. یعنی توی خونه، سر کار، توی روابطمون این اصول ساده برنامه رو زندگی کنیم و بخشی از زندگیمون باشه. دوست من، اگه امروز یه ذره حال و روزت بهتره، بدون که میتونی این نور امید و پیام بهبودی رو به بقیه هم برسونی. این قدم شروع یک زندگی پرمعناست. این آخرین قسمت 12 قدم به زبان ساده از برنامه بهبودی با رادیو دل بود. اما برنامه‌های بهبودی با رادیو دل همچنان ادامه خواهد داشت و با برنامه‌های متنوع دیگر در خدمت شما خواهیم بود. من امیر شفیعی هستم. پاک بمونید، زندگی هاتون رو با عشق و امید ادامه بدید و تا درودی دیگر، بدرود. حال دلتون خوش با رادیو دل.